حالا مگه کوه رفتن جرمه؟ مستحکم بودن و کثافتکاری جرمه، چه تو کوه چه تو دره. حرف دهنتون رو بفهمین. آقای فدایی موضوع جر بحث کنم. بفرمایید. ما که خیلی وقت این پایین وایسادیم، شما بفرمایید. مطب تعطیل خانم، اینجا منزل دکتر آریانه. به خانواده‌اش چی کار داری؟ مگه شما نمیگین پدر مادر صلاح بچه‌شون رو میخوان؟ صلاح منو میخوان؟ من صداقت پیمان رو دوست دارم. فکر میکنی پیمان نمیتونه مثل این بچه ننه راه بره با بر تیغ بزنه؟ دارن ازدواجش میکنن بفرستنش خارج به خاطر من نمیره. چرا این مسئله رو یک بار برای همیشه حل نمی‌کنی؟ پیمان که تنها نوکره. بیا بدم پسر. اینا کیه؟ اینا مال منه. چطور مگه؟ چیز بدی نیست. مال توه؟ چی هست؟ ایرانیه خارجیه؟ نه بابا برنامه است. برنامه واسه ترتیب بدم که دروغ انجادت بره. مرتضی بله سید. اینا رو اداره اجتماعی قاسمی شما باهاش سواشون برو. میگم بنویس دیگه. حیف این پدر که تو پسرشی. بچه سوسو. اگه 4 تا سوسولم توی مملکت نبودن که شماها بیکار میمونید. بشین سر جا. من خلافی نکردم که تعهد بدم. بابا بنویس قال قضیه رو بکن دیگه. کدوم قالو؟ تعهد دادم کسی که دوست دارم دیگه دوست نداشته باشم، کسی که میخوام باهاش ازدواج کنم دیگه نبینم. من همچین تعهدی نمیدم. بس دیگه بابا بذاری زندگیمونو بکنیم. یه مدت که آبخونک خوردی میفهمی صداتو هر جایی بلند نکنی. دستمو ول کن. خفه شو. بابا کشتی. بابا کشتی. بلم کنیم. آروم باش. آروم همه چی درست میشه. آروم باش. واسه چی؟ درگیری با مأمور کار دستت میده. تازه یهو میبینی چند سال گذشته وقتی میری بیرون دیگه اثری از دختره نیست. یعنی همه اون چیزایی که براش مبارزه کردی، توغونش هم سنگین دادی کشک. فرارش با خودت. عقد و فرار از ایران تا برسی به کشور امنم با من. فرار چیه؟ کی خواست بره خارج؟ مثلا کی هستی؟ ببخشید. فکر کردم شاید بتونم کمکی باشم. نمیخوای به سلامت. بله امرتون رو بفرمایید. آقای دکتر ما میدونیم که پیمان فدایی اینجاست. اون گیره سرخورده است. یواش یواش داره به جایی میرسه که چیزی نداره از دست بده. بالا صلاح نیست اونم اینجا نگرش داریم. اینجوری بهش کمک نکردیم. باور کنید من میخوام کمکش کنم. تو این دیار که کسی حرف کسی رو نمیخونه. شما با چه قدرتی میخواین به اون کمک کنید؟ باور کنید نیتم خیره. وگرنه برای من گرفتن حکم ورود به منزل شما. بهروز نمیشازه چرا انقدر پاس میکنه؟ اما حالا داریم شور اینا رو ازشون میگیریم و بالاشون قیچی میکنیم. اگه قیچی نشن که خیلی بالا میپرن. با جهتشون کرد. دنیا داره 4 نعل جلو میره. قرن 21 حاجی. قرن 40 هم که باشه اون 2 تا مامور در حین انجام وظیفه زده. باید مجازات بشه. بیچاره رحیمی افتاده گوشه بیمارستان. پسری که کاری نداشت. اونا خواستن دقیقشون خالی کنن. حاجفتا مهم اینه که یه مجرم 2 بار از دست ما در رفته. یادت رفته یارو از دست مامورات در رفت و شد خفاش شب؟ نه یادم نرفته. برای که بگیم امنیت قوقا میکنه حتی حاضر نشدیم تو یه روزنامه 2 خط واژه بهش بنویسیم تا مردم بدونن که همچین جوده برای بشه تو اجتماع. از اینکه تو هم داری قاطی میکنی حاجفتا. ببین سیف الاسلام تو حکومت فاسد پهلوی یه روحانی جلو افتاد 36 میلیون پشتش راه افتادن. حالا ما کاری کردیم که تو خیابون میخوایم آدرس از کسی بپرسیم از دست اون فرار میکنن.
ما شدیم مدعی حکومت علوی، اما عملمون. تو که حکومت علوی رو به رخ من میکشی یادت باشه علی اهل خشونت هم بود. حتما تو تاریخ خوندی با خوارج چی کار کرد. علی رو 100 قسمتش کنی 99 تاش رحمت یکیش خشونت. نمونهش 25 سال خونه نشینیش بود. ببین فتح، بچه همتایی که با تاکسی بریم. خیلی عجله کنیم. مرسی همشید. یه خبری هم به ما بده. متشکرم دکتر. حاج آقا، بمب اتم منفجر میشه ولو اینکه اینشتین بهش اجازه بده یا نه. نمیشه خلاف جهت تاریخ حرکت کرد. به 40 ساله دروشکل به اسم مهدی منتظر شد. اگه نبود تو قهوه خونه گاراژ منتظر بمونین تا بیان. موقع خروج از فرودگاه آنکارا اگر لو رفتین همون مهدی دنبال کاراتون رو میگیره. موفق باشید. مرسی. ضمناً ما هیچ وقت همدیگه رو ندیدیم. رایه کجایی رفیق؟ امیدوارم کاغذات درست باشه. چشات زیادی دل بابازن. خواب تو چشات نیست. منم بار اول مثل تو بودم. میخوای حرف نزنی نزن، اما خوبه بدونی داری به کدوم جهنم میری. این بار 4ام که دارم میرم. اگه این ترکیه حرومزاده گیر نداده بودم بار اول پریده بودم. 6 ماه خوراکم شده بود کتک. افسر هر روز صبح ما رو با ورنه تو برف و سرما ردیف میکرد و حسابی میزدمون. بعد نوبت درجه دار و سربازا بود. میبینی؟ رگمون با شیشه زدم بلکه بمیرم و راحت شم. ببین رفیق، من نمیدونم تو کی هستی و کجا داری میری، اما مواظب باش گیر ترکا نیفتی. تو کشورشون هم به هیچ کس اعتماد نکن، چه ایرانی چه ترک. شما تنها مسافرت میکنی؟ من؟ نه با مادرم. مهر 74. آموزشی کجا بودی؟ لشکر ارومیه جناب سروان. کدوم گروهان؟ گروهان سوم. بچه من 2 سال منتقل شدم ناجا. تمامی سال 74 من فرمانده گروهان سوم اونجا بودم و مثل نادرشاه اسم تک تک افرادم را به خوبی حفظ بودم، اما امیر حاطفی یادم نمیاد. خب تقصیر من چیه که حافظتون کمک نمیکنه؟ حافظه تو چی؟ تو نباید اسم و قیافه یه نفر که فرمانده تو بوده یادت مونده باشه؟ ها؟ به خاطر نمیاری. سرباز! علی جناب سروان. من پادگان 06 آموزش دیدم جناب سروان. ببخشید دروغ گفتم. عیب نداره، منم دروغ گفتم. چرا مجبور بودی دروغ بگی؟ اندازه؟ نه. تام کروز. چی؟ تام کروز. ولش کن. یه هنرپیشه خوشتیپ عین خودت. زود باش یه مردم معطلتن. نه عجله نیست. اتوبوس که بی من نمیره. داریم با هم گپ میزنیم. سر تفنگتو بگیر اون وقت. یه وقت تیرش در میره منو میکشه. نه ترس، تا اینجا چنکی تیرش در نمیره. باید خیلی سنگین باشه نه؟ نه زیاد. میدی یه لحظه ببینمش؟ نه ترس، چیزی نمیشه.